تو بچه ها، من مردن کبوتی هستم. تو این ویدیو اومدیم این ویدیو پارت 2 استاد هستش و تو این ویدیو استاد رفته اون دوردورا و به من گفته میخوایم ببرم یه جایی و میخواد نشونم بده. خب استاد سلام. استاد اون خونه اونجا، استاد اون یه خونه است. استاد اون خونه برای من آشناست. استاد استاد وای گلم، وای خونمون، خونه خانوادگیمون. استاد شما اینا رو از کجا میدونید؟ استاد تو خانواده دیگه هم داری؟ آره اون عموم که خیلی وقت ندیدمش. وای استاد من چقدر خوشحال کردیم. خب استاد من خیلی الان ناراحتم. استاد بهتره از اینجا زودتری بریم که من خیلی دارم ناراحت میشم. وای خونه بچگیام، دلم حوث عمومو کرده. دوست دارم ببینمش الان. اون تنها عضوی از خانواده من بود که من میشناختمش. من عمومو خیلی دوست داشتم. الانم من از وقتی که 3 سالم بود دیگه عمومو ندیدم. الانم من حدود 16 سالمه و 13 ساله که عمومو ندیدم. استاد کجایید؟ اونجا داشتم بهتون میگفتم که من 13 سال عمومو ندیدم از وقتی که 3 سالم بود. خب ما بریم دیگه. بچه ها لایک کامنت فراموش نشه. ما داریم میریم برای پارت 3 ویدیو. هر چقدر لایک بیشتر باشه ما انرژی بیشتری برای پارت های بعدی میگیریم. فعلا خداحافظ.